در دنیای خشک و بیروحیه، در روزهای گرم و پرفروغ سرزمین نخل و آفتاب، زندگی به چالش‌های خاصی برمیخورد. خواستن توانستن است، خواستیم توانستیم. با یاری خداوند توانستیم زیبایی‌های حک شده در ذهن را به زیبایی سازه‌هایی در دل کویر تبدیل کنیم و به زودی شاهد افتتاح بزرگترین مجتمع فرهنگی تفریحی گردشگری استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان نگین ایران عزیز به مرحله بهره برداری برسانیم. فاز نخست این مجموعه شامل رستوران‌ها، کافه‌ها و خدمات رفاهی خواهد بود و بعد از آن فازهای بعدی شامل تالارها، پیست اسب سواری، پیست ماشین سواری، هتل و غیره خواهد بود. مجتمع دشت عماد نمادی برای خودباوری و انجام دادن ایده‌های